کنیم حضور مجلس انس است و دوستان جمعند و این یکاد بخوانید و در فراز کنید. معاشران گره از زلف یار باز کنید. شبی خوش است به این نکته اش دراز کنید. حضور مجلس انس است و دوستان جمعند و این یکاد بخوانید و در فراز کنید. با عرض سلام خدمت شما بزرگواران، خدمت شما عزیزان، ممنون که قدم رنجه فرمودید، تشریف آوردید به مجلس خودتون. مجلس ما مصادف شده با 11 سپتامبر که دیگه خب هممون هم میدونیم چه اتفاقی افتاده چندین سال پیش 11 سپتامبر. حالا ما گفتیم به خاطر اینکه اتفاق هولناکی افتاده، برای همدردی با اون عزیزان یه مدت چند ثانیه‌ای سکوت کنیم به احترام اونها و بعد شروع می‌کنیم. خدا رو شاکریم که در خدمت شما دوستان هستیم و این فرصت به ما داده شده که در خدمتتون باشیم. این برنامه توسط ایرانی‌های لس آنجلس و اورنج کانتی OCPC تهیه شده و OCPC یه ارگانیزیشنیه که کاملا غیر سیاسی، غیر مذهبیه. تشکیل شده از یه سری جوان‌ها که تلاششون و هدفشون ارتقاء فرهنگ ایرانیه. خیلی خیلی خوشحالیم که این اتفاق داره میفته. روز به روز داریم میبینیم برنامه‌های مختلفی داره اتفاق میفته، جوان‌های مختلفی دارن فعالیت‌های فرهنگی انجام میدن و این باعث خوشحالی ماست. جوان‌های ابن سینا که جدیداً خیلی فعالیتشون شروع شده، بچه‌های OCPC، همه و همه و این ارگانیزیشن ها هم دارن دست هم میدن. انشالله که روز به روز ما ایرانی ها یاد بگیریم، کمک بکنیم به هم دیگه تا فرهنگ اصیل ایرانی رو بتونیم به نسل های بعدی انتقال بدیم. از مؤسسه ابن سینا هم تشکر میکنیم که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن و بسیار سپاسگزاریم که این شب خاطر انگیز رو برای ما فراهم کردن. من دیگه بیش از این مصدع اوقات شما عزیزان نمیشم و از اولین عزیز جناب آقای دکتر فرزین دعوت میکنیم که تشریف بیارن. جناب دکتر فرزین برکت که شعرش رو بخونن. من تشکر میکنم به نوبه خودم از تمام ارگانیزرهای این برنامه. خیلی خوب این برنامه داشتن. از من خواستن که یه شعری بخونم. من چند تا فکر کردم، چند تا ایده داشتم، ولی مدتی بود شعر سعدی که اکچولی در مدح امیر انکیانو گفته، ولی شعرش خیلی حالت قصیده مدحی نیست، بیشترش درس زندگی میده رو تصمیم گرفتم براتون بخونم. امیدوارم خوشتون بیاد. من یه سلکشنی از بیتاشو میخونم، امیدوارم که براتون یه انگیزه‌ای بشه که بعدا خواستین برید و همشو ببینید. بس بگردید و بگردد روزگار، دل به دنیا در نبندد هوشیار. که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. اینکه در شاهنامه ها آوردند رستم و رویینه تن اسفندیار، تا بدانند این خداوندان ملک
که از بسی خلق است دنیا یادگار. این همه رفتند و ما شوخ چشم هیچ نگرفتیم از ایشان اعتبار. ای که وقتی نطفه بودی بی خبر، وقت دیگر طفل بودی شیرخوار، مدتی بالا گرفتی تا بلوغ، سرو بالایی شدی سیمین عذار، همچنین تا مرد نامآور شدی فارس میدان و زید و کارزار. آنچه دیدی برقرار خود نماند، وین چه بینی هم نماند برقرار. دیر و زود این شکل و شخص نازنین خاک خواهد بودن خاکش غبار. گل بخواهد چید بیشک باغبان، و نچیند خود فرو ریزد ز بار. این همه هیچ است چون می بگذرد بخت و تخت و امر و نهی و گیر و دار. نام نیکو گر بماند ز آدمی، از او ماند سرای رهنگار. هیچ دانی تا خرد به یا روان، من بگویم گر بداری استوار. آدمی را عقل باید در بدن، آدمی را عقل باید در بدن، و نه جان در کالبد دارد حمار. صورت زیبای ظاهر هیچ نیست، ای برادر سیرت زیبا بیار. پیش از آن کز دست بیرونت کند گردش گیتی زمام اختیار. گنج خواهی در طلب رنجی ببر، خرمنی می بایدت تخمی بکار. چون خداوندت بزرگی داد و حکم، خورده از خردان مسکین درگذار. چون خداوندت بزرگی داد و حکم، خورده از خردان مسکین درگذار. چون زبردستیت بخشید آسمان، زیر دستان را همیشه نیک دار. عذرخواهان را خطاکاری ببخش، زینهاری را به جان ده زینهار. شکر نعمت را نکویی کن که حق دوست دارد بندگان حق گزار. لطف او لطفی است بیرون از عدد، فضل او فضلی است بیرون از شمار. گر به هر مویی زبانی باشدت، شکر یک نعمت نگویی از هزار. سعدیا چندان که میدانی بگو، حق نباید گفتن الا آشکار. خیلی ممنون. تشکر میکنیم از جناب دکتر فرزین، از دوست عزیزم، پسر جوانی که من به شخص خودم هر دفعه شعر میخونه همینجوری نگاش میکنم، اصلا موندم این همه شعر رو چجوری حفظ کرده. ارادت خاصی هم به مهدی اخوان ثالث داره، تقریبا میتونم بگم شاید همه اشعار مهدی اخوان ثالث رو حفظه. البته الان من تعریف میکنم شاید بیاد توپق بزنه. از سینای عزیز دعوت میکنیم که تشریف بیارن به افتخار. سلام و درود عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان که امروز اینجا تشریف آوردید و بر سر سماتی که شاعران ما، فیلسوفین ما، متفکرین ما از قرن‌ها پیش بیان کردن اونجا گرد آمده ایم، و همچنین شاعران معاصر که کمک میکنن و اون سفره رو پربارتر میکنن. شعری که دوست دارم امروز بخونم به مناسبت بزرگداشت مهدی اخوان ثالث به اسم میراث هست. پوسینی کهنه دارم من، پوسینی کهنه دارم من،
یادگاری ژنده پیر از روزگارانی غبارآلود. سال خوردی جاودانند مانده میراث از نیاکانم مرا این روزگار آلود. جز پدرم آیا کسی را می‌دانم که از نیاکانم سخن گفتم؟ نزد آن قومی که در باد شرف در خانه خونشان کرده جا را بهر هر چیز دیگر، حتی برای آدمیت تنگ خنده دارد از نیاکانی سخن گفتن که من گفتم. آیا جز پدرم من نیای دیگری نشناختم هرگز، نیز او چون من سخن میگفت. همچنین دعا کن تا اون پدر جدم که اندر رحم جنگلی خمیازه کوهی روز و شب میگشت یا میخورد. این دبیر گیج و گول و کوردل تاریخ تا مذهب دفترش را گاه گه میخواست با پریشان سرگذشتی از نیاکانم بیالاید، رعشه میافتادشان در دست. در بنان درفشانش کلک شیرین سک میلغزید، هرشان در محور پلیقشان سنگ سیاه میبست، زان که فریاد امیر عادلیشان رد بر میخواست. آن کجایی عموی روان بنویس، ماه نو را دوش ما با چاکران در نیمه شب دیدیم. مادیان سرخیال ما سه کرت سر دایید، در کدامین عهد بود از این چنین یا آنچنان بنویس. لیدی چت غم مباد از اینه عموی مهربان تاریخ، پوستینی کهنه دارم من که میگوید رایم از نیاکانم داستان تاریخ. من یقین دارم که در رگهای من خون رسولی یا امامی نیست، نیز خون هیچ خان و پادشاهی نیست. این ژنده پیرم دوش با من گفت که در این فخر بودنها گناهی نیست. پوستینی کهنه دارم من، یادگاری ژنده پیر از روزگارانی غبارآلود. مردریگی داستانگوی از نیاکانم، شب تا روز گویدم چونو نگوید چنان. سالها پیش در ساحل قاصد جیهون بس پدرم از جان و دل کوشید تا مگر پوستین را نو کند بنیاد. او چنین میگفت و بود یاد، داشتم کم شب گناه و جبه من نوزک میشد، کشتگاه هم برگ و بر میداد. ناگهان طوفانی خشک و خشمگین برخاست، من گفتم هرچه بادا باد. تا گشودم چشم دیدم تشنه بر ساحل خشک کشافرودم، پوستین کهنه دینم با من. اندرون ناچار مالامال نور مرقد شد باز، هم بدان سان از باز او ماند و سسان نور زوفا، باز او ماند و سه کنگور و سیه دانه. و با این هشداران کانچنین در کتاب تحفه هندی هر یک را خوابیده در یکی خانه. روز رحلت پوستینش را به ما بخشید، ما از او 5 تن بودیم. من به سان کاروانسالارشان بودم، کاروانسالار رهتشناس. افتان خیزان تا بدین غایت که بینی راه پیمودیم. سال از این پیشتر من نیز خواستم که این پوستین را نو کنم بنیاد. با هزاران آستین چرکین دگر برکشیدم از جگر فریاد کین مباد آن باد. ناگهان طوفانی خشمگون برخاست. پوستینی کهنه دارم من، یادگاری ژنده پیر از روزگاران غبارآلود. سال خوردی جاودان مانند میراث نیاکانم مرا روزگار. های فرزندم بشنو و هوش دار، کین پوستین داند من با بر و دوش تو دارد کار. لیک هیچت غم مباد از این کو، کدامین جبه زربفت رنگین میشناسی تو که را پوستین کهنه من پاتر باشد. با کدامین خلعتش آیا بدل سازم که من را نه در صدا ضرر باشد. لانم های دختر جان همچنانش پاک و دور از روی آمیدی کنم. مرسی.
کف زیاد من شکایتم رو نمیتونم حفظ بکنم که قدم آسونه ولی مشکل. خب از دوست عزیز دیگری دعوت میکنم که این دوست عزیز هم جای شکلی برای من داره. این جوان خستگی ناپذیره، نمیدونم چجوری همه این کار رو میکنه ولی ماشاءالله ماشاءالله. آقای آقایی تشکر کنم از اینکه امروز تشریف آوردین. من شاعرم نه شعر سر در میارم، فقط به 2 دقیقه وقت خواستم که درد و دلی بکنم با تشریف آوردن. راستش توی مدت 2 سال خورده‌ای که افتخار همکاری با ایرانیان مقیم اورنج کانتی و لس آنجلس رو داشتم، همیشه یه چیزی رو شاید بگم صدها بار 200 بار از ایرانی‌ها شنیدم که بابا برنامه‌های فرهنگی و اینا کسی نمیاد بزن به رفت داریم موجه داریم و خواننده بیاد و اینا، ولی یه جورایی کل شبانه برنامه‌های شب شعر و مشابه این برنامه رو شروع کردیم و شاید بگم اولین بار 20 نفر بردن که همراهان بینمشون ساده، ولی خب جمعیت شروع شده و به کمک آقا فرزین، آقا یحیی و بقیه کسانی که اونها دغدغه فرهنگی داشتن خودش اداره‌شون رو همه بردن. علت اینکه خواستم وقتتون بگیرم اول اینه که یه درخواست ازتون که نه کمک مالی میخوایم، شاید حتی کمک انسانی هم نمیخوایم، فقط چیزی که میخوام اینه که به گوش دیگران برسونید که ایرانیانی که مقیم خارج از ایران هستن، اصلا هیچ خارج مقیم اورنج کانتی و لس آنجلس هستن، صرفا فقط برنامه‌های ایرانی رقص و شادی رو نمیگم چیز بدیه، ولی فقط اون برنامه‌ها رو نمیرن. خدا رو شکر برنامه امروز هم مثلا پر است کنم یه چیزی بوده 200 نفر اینجا تشریف دارنم. یه سندی هست که علاقه فرهنگی و که باهاش بزرگ شدیم همچنان وجود داره. از اون که به بقیه هم این اطلاع رسانی رو بکنید که بدونن این اتفاقات هم داره میفته، فقط اتفاقایی که مربوط به خواننده ها و اینها هست اطلاع رسانی نشده، چنین برنامه‌ای هم اطلاع رسانی بشه. خیلی ممنون. امیرم یه بار دیگه باید دست بدیم. از خانم پری قاسمی دعوت می‌کنیم تشریف بیارن شعر رو بخونن برای ما به افتخارشون. به نام عشق و به نام انسانیت. سلام و درود به شما عزیزان و دوستان مهربانم. اول از همه من دلم بگم به همه شما عزیزانی که آتشی برای داشتن یک زندگی ورای معمولی دارید. دوستان عزیز من خیلی آگهی دادن از جلسه گذشته تا به امروز. خیلی ها رو دعوت کردن ولی هم شما خودتون باید به خودتون افتخار کنید و من افتخار کنم شما امروز فقط تعداد 200 نفر اینجا هستن و واقعا خوش آمد میگم به همه شما عزیزان. جلسه پیش من یه مقدمه خیلی درباره سفر معنوی و درونی خودم تجربه کرده بودم برای شما عزیزان گفتم و تمام استفاده کردم توی دهه گذشته گفتم و نتیجهش رو هم توی یه جمله براتون گفتم. امروز میخوام یکی از این استفاده رو که در واقع مقدمه این سفر هست و مهمترین ابزار این سفر هست رو براتون توضیح بدم. میخوام درباره سکوت باهاتون صحبت کنم.
همون که اول گفتم به نام سکوت، خاطر اینکه واقعا سکوت برای من یک امر مقدسه و برای همه، همونطور که شما می‌بینید برای احترام گذاشتن، برای مسائل بسیار 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 حساس میگن 1 دقیقه سکوت کنید. حالا من اون تجربه خودم داشتم، یک مقداری برای شما میگم. هر کدوم از موقعی صحبت کنیم یه مقداری از انرژی رو مصرف میکنیم. اگر سعی کنیم که صحبت کردنمون رو کم بکنیم، به حداقل فقط موارد لازم، یا که اصلا صحبت نکنیم. چرا؟ واقعا میشه اصلا هم صحبت نکنیم. خیلی 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 موارد بسیار ضروری. ما این انرژی رو که صرف میکنیم که برای صحبت کردن، میتونیم این انرژی رو صرف کنیم برای سفر درونی خودمون، سفر معنوی خودمون. این اولین ادوانتیجشه. دوم ادوانتیجش اینه که ما میایم در واقع با طبیعت ارتباط برقرار کنیم. وقتی که ما سکوت کنیم، طبیعت به طور اسرارآمیز شروع میکنه با ما به صحبت کردن. طبیعت همیشه با ما صحبت میکنه، منتها ما چون خودمون حرف میزنیم صداشو نمیشنویم. ولی وقتی که سکوت میکنیم به طور اسرارآمیزی میتونیم صدای طبیعت رو بشنویم. اینم دومین ادوانتیجیه که ما از سکوت میگیم. و مسئله دوم سکوت در فکرمونه، سکون در فکرمونه. افکار ما مثل یک موج میان زیر رو متلاطم میکنن، مثل یک دریای خروشان، یک دریای متلاطم. آیا شما میتونید تصور بکنید یه دریایی که پر از موج هست، آیا شما میتونید نور ماه رو تو ببینید؟ هرگز. منظورم از نور ماه اون حقیقت درون این دنیای ما هستش. الان وقتی که یک دریای بسیار صاف بدون موج، حتما همه ما تجربه کردیم، وقتی که نور ماه توی همچین دریا میفته، یه وقتی صافه چقدر اون بازتابش نور ماه قشنگه و چقدر اصلا میتونه قدرت این داره شما بازه کنه. حالا فکر ما همینطوره. فکر ما هم وقتی که ما سکون بهش میدیم، وقتی ساکتش میکنیم، اون موقع هستش که تازه میتونیم حرف رو پیدا کنیم. در واقع از سکوت مطلق و از ساکت بودن ما حقیقت خودش رو میده و هیچ تلاشی لازم نیست. تنها چیزی که لازمه اینه که ما از تلاش دست برداریم. انگار این همون معنای سکوته و هر وقت که ما ساکت میشیم درها باز میشه و در واقع ما در پذیرشگاه هستیم. من یه شعری هم امشب براتونم. این شعر از آقای رحمان نصر اصفهانی است به نام عاشقم. چون من خودم از کسایی هستم که واقعا فقط معنای زندگی رو در عشق میدونم. دوست دارم اهل همین کوچه بنبست کناری، عاشقم اهل همین کوچه بنبست کناری، از پنجره‌اش پای به قلب من دیوانه نهادی. کجا کوچه کجا، پنجره باز کجا، من کجا، عشق کجا، طاقت آغاز کجا. تو به لحظه نگاهی، من دل داده به آهی بنشستیم. تو در قلب و من خسته به چاهی. گناه هستی از آن پنجره باز، از آن لحظه آغاز، از آن چشم گنهکار، از آن لحظه دیدار. کاش میشد گناه پنجره و لحظه و چشم همه فراموش بگم. آن یک شب مهتاب تو را یک نظر ببینم. از اینجا به بعدش شاعر میاد یه مقدارش رو عوض میکنه. به کسی کینه نگیری، دل بی کینه قشنگ است. به همه مهر بورزی،
به خدا مهر قشنگ است. دست هر رهگذری را بفشارید به گرمی. بوسه هم حس قشنگی است. بوسه بر دست پدر، بوسه بر گونه مادر، لحظه حاضر بوسه قشنگ است. بفشارید به آغوش عزیزان، پدر و مادر و فرزند. به خدا گرمی آغوش قشنگ است. پر پروانه ببوسید، پر پروانه قشنگ است. نسترن را بشناسید، یاس را لمس کنید. به خدا قشنگ است. همه جا مست بخندید، همه جا عشق ورزید. سینه با عشق قشنگ است. بشناسید خدا را، هر کجا یاد خدا هست، هر کجا نام خدا هست. سقف آن خانه قشنگ است. خدا رو شد من گوشیم این بالا بود، تکست اومد، صداش اومد، چون یادم رفت بگم لطفاً تلفن‌ها رو سایلنت بذارید، من خودم بذارم. از کسی که من کمک کردن بنده شاعر بشم، من خودم فکر میکنم شاعر هستم. نمیدونم از خانم نیکی ایرانپور در کار تشویق کردم. سلام و احترام خدمت همه شما عزیزان، دوستان شعر و موسیقی، و با تشکر از دوستان خوبمون در CPC و همینطور ابن سینا به خاطر برگزاری این شب زیبا و همینطور شما آقای یحیی عزیز. من یک مثنوی تقدیمتون میکنم از سروده های خودم با عنوان دنیای بهتر و به امید یک دنیای بهتر برای همه. در خیالش نقشی از فردا، در خیالش نقشی از فردا کشید، نقشی از آینده دنیا کشید. نقشه‌اش پر شد ز رؤیاهای او، از امید و از تمناهای او. از تمنای جهان بهتری، دستهای اندکی یاریگری. من سرخ و سیه، زرد و سپید، در خیالش نقششان آمد پدید. مردمانی با هزاران فکر و دین، با صفا و صلح در روی زمین. هیچ دستی خسته و خالی نبود، هیچ صفی سست و پوشالی نبود، هیچ زخمی حسرت مرهم نداشت، هیچ عیبی از عطوفت کم نداشت. هیچ باغی خوش
حاصل نبود، هیچ کس از دیگری غافل نبود. هیچ ردی از خیانت‌ها نبود، از حسادت، از عداوت‌ها نبود، از خشونت هیچ آثاری نبود. هیچ کس در حسرت و زاری نبود. نه نشان از جنگ، نه بمب اتم، دشمنی ها در میان عشق، سینه ها آکنده از شور و نشاط، یاس ها بشکفته در کنج حیات، تا که او چشمان خود را باز کرد، تا که او چشمان خود را باز کرد، نقش زیبا از سرش پرواز کرد، یافت خود را در همان دنیای کین، در درون خانه اش روی زمین. با خود اندیشید راه چاره چیست، علت بیماری ستاره کیست، علت این فقر و فحشا و فساد، بانی این خاک دور از عدل و داد، علت این ظلمت و این دشمنی، علت بخل و حسادت یا منی. هرچه اندیشید او هم سهم داشت، هرچه اندیشید او هم سهم داشت. او خودش هم تخم بخل و کینه کاشت. با خود اندیشید راه چاره اوست، با خود اندیشید راه چاره اوست. هر کسی با ظلم خود روبروست. ممنون از وقتی ممنون. هنرمند ایرانی خیلی زیاد داریم، یعنی من جدیدا متوجه شدم باید به زودی اصلا تشو بذاریم. همین امروز بچه‌هاشون تمرین می‌کردن دیدم بی سوادترین و بی هنرترین آدم. متشکرم. از اینجا بعد برنامه دیگه موسیقی زنده ان شاءالله براتون اجرا کنم دوستان و همه هم لذت ببرید. ان شاءالله که تا اینجای برنامه که خسته نشدید. من که مبدأ اشعار بودم و از برنامه‌داران عزیز خانم دلارام امیری، آقای مسعود رضایی دعوت می‌کنیم تشریف بیارن.